در نتیجه اشکارشوی دزدی اموال دولتی در حجم 1.2 میلیون سومانی از طرف 3 منصبدار منطقه کولوب در ماه دکبر، تمام کارمندان اداره مالیه کولوب از وظیفه سبکدوش کرده شدند. در این باره سردار آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در این منطقه دلشاد اکابرزاده خبر داده است. آخر سال گذشته این یاد گفته بود که در نتیجه تفتیش اداره مالیه از روی شکایت یک شهروند دزدی مبلغ در حجم 1.2 میلیون سومانی آشکار شده است و تفتیش در این مورد ادامه دارد. از طرف متخصصان ما سنجش گذرانیده شد و این سنجش ثابت کرد که در 211 حالت شخصان مسئول، یعنی سرمحاسب بیمارخانه ولایت کولوب جمعخان آدینایف، خزینه‌دار سعید اسرارов و متخصص مالیه منطقه کولوب محمود میرزاکریمov رسیدها را ساختکارانه تشکیل نموده مبلغ را از آن خود کردند. این کار در رفت تفتیشات 1,240,000 سومانی به بودجه جمهوری برقرار کرده شد، اما تا کنون تفتیشات در این مسئله به آخر نرسیده است، گفته است دلشاد اکابرزاده. خبر دزدی اموال دولتی در منطقه کولوب یگانه نیست. پلده حساب تاجیکستان هم در نشست مطبوعاتیش اعلام کرد که 160 میلیون سومانی مبلغ‌های دولتی از طرف منصبداران وزارت و کمیته دزدیده شده، 450 میلیون دیگر با راه‌های گوناگون به دولت ضرر وارد شده است.